من مقدار خود را اول چنانه که میگویم آینده است این از فن آمودگی دفاعی عربی در لیسه اینواسیونی ما الله قاسموف اختراع کرده شد. من میخوام کمی باشد درباره این ماشین عربی پیگیری یک دو سخن بگم. در مکانی دشمن سفربر کرده می شود و با واسطه این ماشینه یعنی که ماشینه دیستانسیونی یعنی که همه اخبارات هایی که از طرف دشمن گرفته می شود با واسطه همین ماشینه و با استودی عربی یعنی که زیر قسمه داده می شود. عصر 21 عصر تکنولوژی های نو، اصلی برآوردن نیروی ذهنی هر یک ملتی سیاره می باشد. قدم اولین سنت الله قاسموف این قدم است برای چگونه ما توانیم در ماه می سال 2015 فروم اولین جوانان نیروی ذهنی کشورند که ما می‌خواهیم لایحه‌های اینواسیونی 68 ناحیه و شهرهای تاجیکستان را تحت مرام 7 امکانات بی‌نظیر منطقه تهیه نماییم که دانشجویان و خوانندگان لیسه و زبان‌های تاجیکی، روسی، انگلیسی تهیه نموده. بغیر از این ما نیت داریم که دانشجویان را از تعلیمگاه‌های عالی فدراسیون روسیه که با آنها ما همکاری داریم، از برنامه درخشندگان، از بسیاری تعلیمگاه‌های سازمان همکاری‌های شانگهای و دیگر تعلیمگاه‌های با نفوذ اروپا دعوت نماییم که هر یک آنها دستاوردهای خود را برای پیشرفت تاجیکستان معرفی کرده توانند. سینی 10 سالگیش برنامه اختراعی مشغول بود. بسیار استعدادی خوانندگی ایران همش فهمیدم و خواستم که مثلا در یکم جای دایر تعلیم دیم که مثلا این مقدار همه چی اختراع سرکال دیاره و یعنی در حالیت مثلا جای اختراع دیاره. بعد همه این رو با نظر گرفته و ما گفتم که برنامه شامل دانشگاه تکنولوژی رفتم می‌کنم. چون فرزندی بود درامون خانه و دیکور نمی‌شینه. من یه وقت مشغول میشم. همون همسایه‌ها هم با آدمایی که می‌شناسم مثلا چیزهای روزمره که برقیان آورده تعمیر کردن میگویند که برق محض به خاطر سنت الله شده امسال در خانه شما خاموش نکردند این تعطیل؟ اصلا از طرف نامی راهبری که همین لیسه دیرکترش که راهبر صنفی رو خیلی مثلا زحمت کشیدن و خواستن که در همین وقتی در تنکیلی همین چی بود و در همین مدت یک ماه خواستن که دکار نموند و پروژه خود تمام بیاد. در اونجا مثلا اصولی چی برقی است که به اون زیاد این سربچه کار میکرد. برای همین فرمان دادن که با همین جامعه رو میبرن چی فرمان دادن که خواهش نمودن که همین مثلا همین تیمور رو دویمی کنن. شما را کی ساخته است؟ شما را طلبه کدام مکتب ساخته است؟ طلبه لیسه اینواسیونی دوشنبه. شرکت فاروز که پیوسته در دستگیری استعدادهای جوان و جوانان لطفاً میباشد از سامانه آزادی درباره دستاورد یک از طالبان لیسه اینواسیونی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان سنت الله قاسموف آگاهی یافته. این باعث خرسندی ما گردید و رهبران شرکت فاروز تصمیم گرفتند که بهر هوسمندگردانی و دستگیری طالبان با استعداد جایزه خود را یعنی مکافات پولی خود را به آن کس پیشنهاد نمایند. اینچنین رهبران شرکت فاروز تصمیم گرفته است که همه ساله بهر دستگیری طالبان لایقتمند و اینچنین اختراعکاران جوان تاجیکستان از دانشگاه مختلف و لیسه های نوسانی جایزه خود را آزمون هر ساله خود را تأسیس دهد و در عرفه جشنگیری نوروز
آزمون مذکور نتیجه‌آمدی گردیده بهترین اختراعکاران و دستاوردهای بهترین از طرف شرکت فراز قدردانی کرده می‌شوند.